الله الرحمن الرحیم. من فقط در محضر استاد دو جمله از شمس تبریزی میخونم. گفتند که در اونجا، یعنی در تبریز، کسانی بودند که من کمترین ایشانم و این هم همشهری آقای دکتر موحد گفتند اگر اهل ربع مسکون جمله یک سو باشند و من به سویی، هر مشکلشون که باشد همه را جواب دهم و هیچ نگریزم از گفتن و سخن نگردانم و از شاخ به شاخ نجهم. اهل این ربع مسکون هر اشکالی که گویند جواب حاضر بیابند از ما در هر چه ایشان را مشکل است. جواب در جواب و قید در قید باشد سخن من، هر یکی را 10 جواب و حجت که در هیچ کتابی مستور نباشد به آن لطف و به آن نمک، چنان که مولانا می‌فرماید که تا با تو آشنا شده‌ام این کتاب‌ها در نظرم بی‌ذوق شده است. حالا فرمایشات استاد موحد، حتی این یادداشت مال یک جلسه‌ای بود باز مربوط به استاد موحد که اون روز من عرض نکردم. اینجا خدمتشون میگم شمس اینجا از لطف و نمک صحبت کرده. شما این لطف و نمک را نه تنها در ترجمه عبارات رحاله معروف ابن بطوطه در سفرنامه‌اش میابید، پر لطفتر و با نمکتر و به تعبیر ترکان عثمانی پیشکینتر از آن را در فهرست اصطلاحات در جلد اول سفرنامه و یادداشت‌های مترجم در پایان جلد اول و دوم خواهید یافت. تعجب خواهید کرد که قربانی یعنی قنداب. در اصطلاح مردم جزایر مالدیو قربانی یعنی قنداب و فال که معمولاً ما در شمارش گردو از اون استفاده میکنیم، در اصطلاح مردم اون جزایر به معنی 700 دانه صدف است. و باغ سبز و قصه ها و دیگر نوشته های استاد را خوندید و اون لطف و نمک را دیدید و الان حضوری هم عنایت خواهید فرمود که استاد از شمس چه خواهند گفت. خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت خانم ها و آقایان. یک دسته کلید است به زیر بغل عشق از بحر گشاییدن ابواب رسیده است. غزالی کتابی دارد به نام جواهر القرآن و در این کتاب کوشیده است تا تحلیلی از محتوای قرآن و مقاصد اون به دست بدهد. میگوید قرآن به لحاظ محتوا بر 6 قسم است. 3 قسم اصل و 3 قسم فرع. 3 قسم اصلی یکی عبارت است از شناخت حق، یعنی نکته‌ای که قرآن ما را به سوی اون فرا می‌خواند، مدعوون الیه. و دیگر راهی که برای وصول به حق باید از اون رفت. و سوم تعریف الحال عند الوصول الیه. وقتی اون رو رسیدی چه می‌بینی، چی هست؟ خوبه؟ 3 قسم فرعی که مکمل اون 3 قسم اصلی به شمار می آیند، یکی حکایت احوال انبیا و مؤمنان است که از اون راه رفته‌اند
و دیگر حکایت حال منحرفان و کافران است که از اون طریق عدول کرده اند. مقصود از حکایت احوال گروه اول ترغیب و تشویق مخاطبان است و مقصود از حکایت احوال گروه دوم ترساندن و برحذر داشتن مخاطبان. این تحلیلی است که غزالی داره از مطالب قرآن. اما قسم سومی از محتوای قرآن، چون اون هم جنبه فرعی دارد، بیان احکامی است که برای تنظیم امور دنیا از معاملات و نکاح و ارث و قوانین کیفری و غیره مورد نیاز جوامع هست. قرآن را در این 6 قسمت، 3 قسمت اصلی، 3 قسمت فرعی خلاصه میکنه. مغز قرآن که غزالی از اون به جواهر یا لباب هم تعبیر میکند، همون 3 قسم اصلی است، یعنی خداشناسی و راهشناسی و فرجام شناسی. و از همین رو علم دین را هم تقسیم می کند به علم مغز و علم پوست. علم پوست که از اون به قشر و صدف هم تعبیر می کند، دانشی است که اگرچه برای دستیابی به مغز باید اون را فرا گرفت، اما مقصود بالاصاله تلقی نمی شود. مانند لغت، نحو، حدیث، تفسیر که ناظر بر وجهه بیرونی قرآن است. خب اینا لازمه تا آدم به اون مغز بتونه دست بیابد. غزالی به اهمیت توجه به تقابل و تلازم میان روح و معنا در برابر لفظ و قالب میپردازد و میگوید راه وصول به مغز از همین پوست است و مقصود از مغز همون 3 قسمت اصلی است که میتوان اون را به 2 مقوله علم و عمل فرو کاست. غزالی میگوید در قرآن 763 آیه ناظر به مقوله علم و 741 آیه ناظر به مقوله عمل است. غزالی کلید این تحلیل و تقسیم را با استفاده از خود قرآن به دست آورده است. قرآن در آیات بسیاری از مثلث ایمان بالله و آخرت و عمل صالح یاد کرده. من آمن بالله و الیوم الاخر و عمل صالحا. و باز در آیات متعدد اون مثلث را به 2 مقوله ایمان و کردار نیک فرو کاسته است. جمله الذین آمنوا و عملوا الصالحات در بیش از 16 آیه تکرار شده و آیه های بسیار دیگر همین مضمون را در قالب های اندکی متفاوت مانند من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن یا آمن و عمل صالحا آورده و به انواع مختلف بر همین 2 رکن ایمان و عمل صالح تأکید نموده است. اهمیتی هم که غزالی بر تقابل روح و معنا با قالب و صورت قائل شده مأخوذ از خود قرآن است. تقریباً در 9 مورد از قرآن 2 واژه غیب و شهادت در برابر هم آمده است. در آیه های دیگر از ملکوت آسمان ها و زمین و ملکوت کل شیء یاد کرده و صوفیه گفتند همچنان که غیب در برابر شهادت است، ملکوت هم در برابر ملک. غیب پوشیده و پنهان است. شما آیه سوره 2 قرآن که اول قرآنه میبینید که
ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، به جهان پوشیده. غیب پوشیده و پنهان است در برابر شهادت که مشهود و محسوس است. این جهانبینی مبتنی بر نگرش دوگانه در عالم وجود و تقسیم آن بر غیب و شهادت در توجه به ظاهر و باطن قرآن انعکاس پیدا می کند. قرآن ظاهری دارد که لفظ معمول و متداول عربی زمان نزول آن است و باطنی که در ورای ظاهر الفاظ نهفته است. فهم ظاهر تابع فهم عامه مخاطبان در یک مقطع معین از تاریخ است و فهم باطن تابع دریافتی که ذهن ما از ارتباط و مناسبت عالم غیب با عالم شهادت داشته باشد و به تعبیر غزالی وجه علاقه عالم شهادت به عالم غیب چیزی نیست که یک باره برای انسان روشن شود. این راه مکاتبه و مراسله نیست، راه مجاهده و هدایت است. مجاهده و ریاضت راه را هموار می سازد تا نور هدایت فرار راه آید والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. غزالی مثالی میزند، میگوید در قرآن سوگند به قلم داریم. قلم آلت نقش و کتابت است. نون و القلم و ما یسطرون. قلم آلت نقش و کتابت است که به وسیله اون علم روی لوح یا صفحه کاغذ نقش می شود و همین معنی که از اون به جان قلم تعبیر می کنیم و حرمتش می نهیم، نه جسم قلم که می تواند از چوب یا آهن یا هر چیز دیگری باشد. قسم به وقتی به قلم میخوره، قسم به اون روح قلمه، به اون معنای قلمه، نه این چوبی که در دست هست. و میگوید وقتی از حجاب جسم بگذری و به جان توجه کنی، ابواب ملکوت به روی تو باز می شود. در مثال روشنتر دیگری از قرآن میخوانیم انزل من السماء ماء فسالت اودیة بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا و مما توقدون علیه فی النار ابتاع حلیه او متاع زبد مثله کذلک یضرب الله الحق و الباطل فاما الزبد فیذهب جفاء و اما ما ینفع الناس فیمکث. از آسمان آبی فرود آورد و رودهای بزرگ و کوچک جاری شد و سیلاب کفی بر سر آورد، چون کفی که از گداز فلزات برای ساختن زیور یا ابزارالات دیگر پدید می آید. خداوند حق و باطل را بدین سان مثل می زند، اما اون کف از میان می رود و اون چه به سود مردم است باقی می ماند و خداوند از این گونه مثل ها می زند. این در سوره رعده. این آیه ظاهری دارد و باطنی. ظاهر اون همانش در ترجمهش آوردیم، اما باطن آیه نظر به چیزی فراتر دارد. اون کسی که در باطن می نگرد میگوید مراد از آب علم است و اودیه قلوب است، رودخانه ها، و زبد زلال است. و چرا این حرف رو میزند؟
چون در وسط آیه تصریح می کند که آب و چف رودخانه مثلی است برای حق و باطل، کذالک یضرب الله الحق و الباطل. و در انتهای آیه هم تأکید می کند و کذالک یضرب الله الامثال، یعنی اون چه پیشتر گفته شد مثلی بیش نیست. آب و وادی و کف بر سبیل مثل یاد شده و در مثل معنی ظاهر اون مراد نیست. حالا چرا حقایق را در قالب مثل و مثال گفتند و صریح نگفتند؟ غزالی میگوید خواب نیز از همین حالت رو دارد. در عالم خواب قضایا در قالب مثال عرضه می شود و تعبیر خواب را کسی می داند که بر علامتها و اشارتها واقف باشد. این مثل چون واسطه است در کلام، مال مولاناست. این مثل چون واسطه است در کلام، واسطه شرط است، واسطه شرط است بهر فهم عام. بدین گونه باب تمثیلات و اهمیت اون در گفتمان قرآنی باز می شود و لزوم تأمل بیشتر برای کشف معانی مستتر در آیات مشتمل بر تمثیلات روشن می گردد. و در اینجا غزالی بحث دیگری را پیش می کشد و اون برتری بعضی از اجزای قرآن بر بعضی دیگر است. به عبارت دیگر غزالی همه آیات قرآنی را در یک سطح نمی بیند. از اون آیه مربوط به دین در سوره بقره اذا تداینتم که بلندترین آیه قرآنه، که امر می کند که وقتی معامله می کنید و قرض می کنید و به همدیگر مقروض میشید بنویسید، حتما بنویسید. آیه خیلی مهمیه به لحاظ فقه، خیلی مهمه که مسئله سند و سند مکتوب را در میان میکشد. غزالی میگوید این آیه به لحاظ طول که بلندترین آیات قرآن است، در مقابله با آیت الکرسی قرار میده غزالی. همچنین از سوره تبت در برابر سوره اخلاص نام میبرد و میگوید پیغمبر اکرم خود نیز از فضیلت برخی پاره ها اشاره داشته. مثلا در حدیث آمده است که فاتحه الکتاب افضل القرآن، یا آیت الکرسی سیدت آیه القرآن، یا یاسین قلب القرآن و قل هو الله احد تعدل ثلث القرآن. خب این چیزایی که شما میبینید در حاشیه این سوره ها هم گاهی نوشته میشه در چاپ‌های قدیمی، نه در چاپ‌های کلان، در چاپ‌های قدیمی میبینید که در حاشیه‌اش اینا تذکر میده. بله. این احادیث همه دلالت بر اون دارد که آیه های قرآن از حیث احتوا بر حقایق و اشتمال بر رموز و اشارات در یک ردیف نیستند. برخی از آنها تعمق بیشتری را در مقایسه با آیه های دیگر طلب می کنند. این در شعر به نظر مال انوری دیگر در کلام ایزد منان که وحی مطلق است، چه بود تبت یدا ماننده ارض ابلهی. خب اون به لحاظ فصاحت و بلاغت و اینا گفته، به لحاظ قواعد به اصطلاح بلاغی شناخته شده در عصر اون زمان گفته این حرف رو. و غزالی از یک نظر دیگر میگوید. به هر حال این بحث را با نقل خلاصه ای از تحلیل غزالی در جواهر القرآن شروع کردیم به دو لحاظ. یکی آنکه غزالی را باید یکی از بانفوذترین و تأثیرگذارترین متفکران اسلام دانست که تنین اندیشه های او را در قرنهای بعد چه در میان اهل سنت و چه در میان شیعیان میتوان شنید.
او مردی بود تیزبین و روشنذهن و بسیار شجاع و بلند همت و خوشبیان و می شود گفت از همان جنس شمس مولانا. پژواک سخنان او را مشخصا در آثار ملا صدرا و ملا محسن فیض و سید حیدر عاملی و دیگران از متفکران شیعه میتوان ملاحظات غزالی درباره قرآن و باریک بینی ها و نکته سنجی های او در این باره که نمونه های اون را در بالا نقل کردیم از نظر پژوهش در آثار شمس مولانا اهمیت خاص دارد، چرا که شمس مولانا هر دو انس و الفت زیاد با قرآن دارند و فهم شمس مولانا بدون آشنایی با نگرش ویژه آنان در مضامین قرآنی میسر نیست و این نکات را خواهیم کوشید در تعقیب این گفتارها بیشتر بشکافیم. اون چه درباره غزالی و جواهر قرآن او گفتیم مقدمه‌ای بود برای سلسله گفتارهایی که بنا بود به پیشنهاد بنیاد پژوهشی شمس و مولانا درباره این دو بزرگوار داشته باشیم. من تقریباً 1 سال پیش درس گفتارهایی داشتم در شهر کتاب به عنوان مقالات خوانی، یعنی تکه‌هایی از مقالات شمس را که در مجموعه خمی از شراب ربانی گرد آمده به همون ترتیب و توالی که در اون مجموعه هست می‌خواندیم و صحبت‌هایی در پیرامون هر تکه داشتیم. این درس گفتارها که امیدوارم مجموعاً 10 جلسه بیشتر نبود، که امیدوارم پس از اون که از نوار پیاده شد و مراحل ویراستاری و تنقیح را طی کرد به زیور چاپ آراسته گردد. دوستانی که خاطره خوبی از اون درس گفتارها داشتند اصرار می نمودند که دنباله همون رشته را رها نکنیم و به همون قرار بحث و گفتگو را تا پایان اون مجموعه پی بگیریم. من خود وسوسه اون داشتم که با استفاده از حضور دوستان باب تازه‌ای گشوده شود زیر عنوان کلید فهم شمس و مولانا و مقصود من چیزی شاید نزدیک به برداشتی بود که غزالی در تحلیل مطالب قرآن کریم داشته و شمه‌ای از اون به صورت پیش درآمد بحث در همین جلسه مطرح شد. چون من گمان داشتم و دارم که برای فهم سخنان شمس مولانا یک آشنایی کلی با عالم اون دو، به عبارت روشن‌تر یک دریافت مقدماتی از اصول و مبانی یا به اصطلاح جهانبینی و زاویه‌های خاص نگرش اون دو ضرورت دارد. اما دوستان صاحب نظری در این زمینه مورد مشورت قرار گرفتند بر آن بودند که طرز سخن و ترکیب عبارات شمس مولانا ویژگی‌ها و دشواری‌هایی دارد که باید در قرائت متأملانه و صبورانه متن کلام به اون توجه شود. من خود نیز در تعمق بیشتر این خوف دامنگیرم شد که مبادا اون راه که فکر کرده بودم ما را به وادی انتزاعیات بکشاند و به ناخواست گرفتار دامی شویم که شمس و مولانا هر دو از اون برحذر بودند. بحث در وادی انتزاعیات، ابستره، بحث‌های ابستره. عاقبت پس از سبک سنگین کردن‌های بسیار بهتر آن دانستم که به صورتی آزمایشی ممزوجی از دو روش را مورد نظر قرار دهیم، یعنی در این حال که به لحاظ بحث ناگزیر از نوعی تقسیم موضوعات
و جدا کردن آنها از یکدیگر و سپس دسته‌بندی مسائل مشابه و مرتبط با هم هستیم، بکوشیم تا از متن جدا نیفتیم و نکته‌یابی‌ها و تأملات خود را با خوانش متن توأم گردانیم. بنابراین پیشنهاد من آن خواهد بود که فعلا همون مقالات خوانی را دنبال بکنیم با شرح و تفسیر لازم که در اون دور اول هم معهود بود و عمل میشد، منتها قرائت تکه‌های مقالات لزوماً به همون ترتیب و توالی که در مجموعه ملاحظه می شود نخواهد بود، بلکه ما اون تکه‌ها را بر حسب مقصودی که داریم ترتیبی تازه می دهیم. مقصود ما تعمیق آشنایی با شمس و مولاناست و از این نظر شاید طبیعی‌تر و ثمربخش‌تر آن باشد که اون دو شخصیت را به عنوان دو شخص متعین، یعنی دو انسان دارای ابعاد خاص مزاجی و روانشناسی و روانی شناسایی کنیم و اونگاه به بحث از باورها و نگرش‌های آنان بپردازیم و مبادئ تعالیم آنان را مشخص گردانیم. در واقع این یک سفر اکتشافی است که در پیش می‌گیریم، منتها باید به هوش باشیم که راه درست برویم و وقت خود را بیهوده در کوره راه‌ها تلف نکنیم. و فکر می‌کنم مطمئن‌ترین راه در شناخت شمس و مولانا سخنان خود آنان است. مقالات از نظر تحلیل به دو بخش عمده تقسیم می‌شود. یک بخش از آن نوعی زندگی نامه یا حسب حال است، تکه‌های مربوط به شرح احوال خود شمس از کودکی، روابط او با پدر و مادر و پیرامونیان و سفرهای او و دیدارهای او با بزرگان آن زمان و سرانجام رسیدن او به مولانا و تفصیلاتی از آن چه مولانا را چگونه یافته است، چه جنس آدمی را در مولانا کشف کرده و سخنان او درباره پیرامونیان مولانا و درگیری هایی که خود با آنان پیدا کرده و از این قبیل که به طور متفرق و متشتت در سرتاسر مقالات پراکنده است و ما باید آنها را از گوشه و کنار اون کتاب برگیریم و با کشف تناسب‌ها و ارتباط‌ها قطعات برگرفته را در چینشی تازه کنار همدیگر قرار دهیم. این بررسی ما را قادر خواهد ساخت که شمس و مولانا را بر اساس معتبرترین و دست اولترین روایت‌ها بشناسیم. روایت‌هایی که راوی در آنها از خود میگوید. راوی معمولاً روایتی میکند، مثلا حسن اینجوری از غیر روایت میکند. روایت‌هایی که راوی در آنها از خود میگوید و شخص دیگری نقل نمیکند و پس از طی این مرحله است که ما به تعالیم آنان میپردازیم. این دو انسان از چه نظرگاهی و با چه زاویه دیدی در خود و در جهان مینگریستند و چه میدیدند و چه میگفتند. این هم بخش دوم و بخش مهمتر بررسی های ما خواهد بود که در تعقیب آن نیز مثل بخش اول با تمرکز بر خود مقالات و قرائت تکه هایی از آن در چینشی تازه و آرایشی تازه پیش خواهیم رفت. اما چون اساس کار خود را در هر دو قسمت بر متن مقالات قرار می دهیم، نخست باید اندکی به وضع این مجموعه که مقالات نام دارد بیاندیشیم و توقعاتی را که از اون توانیم داشت سبک سنجین کنیم. خیال کنید غواصانی در جریان تجسسات دریایی کشتی شکسته ای را از چند قرن پیش در ته دریا پیدا کردند و در انباری آن کشتی شکسته به تعدادی تابلوی نقاشی برخوردند. این تابلوها در میان خردریزه‌ها و جلولای‌ها، آتشکال‌های
فراوان روی هم ریخته و تقریبا همه تابلوها بدون استثناء آسیب دیده هستند. اما آسیب دیدگی در برخی از اونها به درجه است که اصلا معلوم نمی شود اصل اون چه بوده و در برخی دیگر به اون حد نیست. یعنی اگر گوشه هایی از اون شکسته بخش اصلی تابلو سالم مانده است، یعنی اگر اضافه یعنی گوشه هایی از اون شکسته خیلی معذرت میخوام، من اوضاعم خیلی مفلوج‌تر از اینه که شما فکر میکنید. خب من فکر کردم که نمیتونم حرف بزنم، بنویسم، یادداشت بکنم، یادداشت‌های خودم هم اینجوری میخونم شما میبینید. خب نخندید دیگه، اینجوریه آدم، بله پیری به سراغ هم تشکر. یعنی اگر گوشه های از اون شکسته بخش اصلی تابلو سالم مونده، مخزنی است که قرنها در ته دریا مدفون بوده. بخش های سالم مانده حکایت از هنری دارد در اوج کمال و زیبایی. در برخی از آنها هنرمند نقاش کوشیده است تا تصویری از خود و آدم‌های دور و بر خود به دست دهد. برخی دیگر نمایانگر صورت‌های ذهنی و تخیلات خلاقانه اوست. مقالات شمس یک چنین وضعی دارد. تکه‌هایی از آن زندگی نامه خودنوشت شمس است و تکه‌های دیگر یعنی به منزله زندگی نامه چی نیست، به منزله زندگی نامه، حسب حال نویسیه. و تکه‌های دیگر تصویری از مولانا را در برخورد با شمس نشان می‌دهد و تکه‌های روایتگر نوع نگاه او در جهان است. قسمت‌های از آن به قدری در هم ریخته و آشفته است که هیچ معنی محصلی برای اون نمی‌توان ارائه کرد. بنابراین فکر نکنید اگر یه جایی شما در مقالات می‌بینید که نمی‌تونید این گره را باز بکنید و فکر بکنید که مثلا بنده آقای شفیق بنده میتونن این رو باز بکنن. نه، بعضی از این جره ها اصلا جره هایی که نمیشه بازش کرد، اینجوری به این نحو دست ما رسیده. زبان مقالات روی هم رفته زیبایی و گیرایی خیره کننده ای دارد. تمثیلات و قصه های اون بسیار جاندار و دلرباست. نفس شمس افسونگر و پرجاذبه و سکرآور است. نمیدانم در کوهپیمایی ها این تجربه را داشته اید که گرفتار افسون کوه بشوید. کوه آدم را افسون می کند و همواره بالاتر و بالاتر می کشاند تا اونگاه که مرد از نیرو بیفتد. و وای اگر در چنان موقعیتی غروب زودرس کوهستان سایه گستر شود و تمیز و تشخیص راه دشوار گردد. در دور اول مقالات خوانی شهر کتاب جلسات هفتگی داشتیم و من امیدوار بودم که در این دور نیز چنان شود، اما در خود اون رمق و آمادگی نمی بینم. بناچار فعلا باید به ماهی یک بار قناعت کنیم، به ویژه که ایام تابستان در پیش است و حضور در چنین جلساتی در هوای داغ و آلوده تهران مثل امروز بسیار دشوار است. انشاءالله بعد از انقضای فصل گرما که ماه مبارک رمضان را هم پشت سر بگذاریم، اگر فضل و عنایت حق یاری دهد، شاید در ترتیب جلسات تجدید نظر شود. فعلا تا اول مرداد که مقارن با اول رمضان است، یک جلسه دیگر خواهیم داشت و این جلسه البته اضافه بر جلسه سخنرانی های ماهانه بنیاد است که اساتید محترم و صاحب نظر حضار را مستفیض می‌فرمایند و من متاسفانه به واسطه ضعف مزاج از نعمت حضور در همه جلسات
محرومم. دو سه بند از این مقالات میخونیم که ما در مقالات تقریبا 8 یا 9 مورد داریم که شمس از کودکی‌های خود، از ایامی در تبریز بوده یاد می‌کند، ایامی پیش از ترک تبریز. خیلی عجیبه، این آدم میگویند که شمس وقتی به مولانا رسید 60 سال داشته، در حدود 60 سال اینجور میگن. خب این کارهایی هم کرده، آدم‌هایی که دیده، مراحلی که پیموده، تمام حکایت میکنن که قاعدتاً باید همچون سنی داشته باشد. مرحوم فروزانفر هم به همین نتیجه رسیده که با ملاحظه اون چه در بار این آدم هست، ما به این نتیجه میرسیم که مراحلی را باید پیموده باشه و راه درازی آمده تا اینجا. خب در این 60 سال این خودش را به هیچ کس نشون نداده. با هیچ کس صحبت نکرده، با هیچ کس میگوید سخن نگفتم الا با مولانا. از برکات مولاناست هرچه از من کلمه‌ای میشنود. ببین 60 سال حرف نزده، 60 سال با هر کسی بوده مکتوب گوش کرده، صحبت کرده، ولی صحبتی نکرده که خودش رو بروز بده، خودش رو معرفی بکنه، خودش چی هست، چی کاره است، چه میاندیشد. مطلقا این خمی بود از شراب ربانی، سر به جل گرفته، هیچ کس را بر این وقوفی نه. این خم به سبب مولانا سرباز شد، هر کرا از این فایده رسد سبب مولانا بوده باشد. این قوم ما را کجا دیدندی اگر به واسطه مولانا نبودی. بعد از 60 سال میبینیم که آقا با مولانا دیگه همه چیز میگوید، از کودکی های خودش، از پدر و مادر خودش. آخه این پس تا حالا چرا این نداره؟ عجیبه این مسئله، عجیبه. یهو مثل یک عاشقی که یک عمر به دنبال معشوق دویده باشد. اون شعر عطار چیه که اینجا اون دیوانه میرفت، رفت و زده بود به سرش و رفت از آبادی بیرون و رفت در بیرون شهر حمام خرابه‌ای بود، بالای حمام سردر حمام دید که این قدیم نقاشی می‌کردن سردر حمام، لیلی و مجنون، گرفت اونجا زد به گریه. خوشی میگفت که اینا یک عمر دویدن دنبال همدیگر و حالا اینجا همدیگر رو پیدا کردن. میگفت مگه ممکنه همچه چیزی؟ هی میگفت و گریه میکرد. این مسئله، این قصه عطار، واقعا آدم میبینه که مثل این که یک عمر این دویده، وقتی که مولانا را دیگه پیدا کرده همه اسرار خودش را میخواد بریزه، هیچ چیزی نمیخواهد که فاش نکرده برای مولانا باقی بذاره و یه همچون وضعی است. هیجان زده تمام. خدا خود مرا تنها آفرید، یا مرا تنها بردند به سر کوهی و پدر مادر من مردند و مرا ددگان پروردند. این یک شعری است به اندازه یک قصیده بلند فوق‌العاده است. ببینید خدا خود مرا تنها آفرید.
این تأکید بر تنهاییش. خدا خود مرا تنها آفرید، یا مرا تنها بردند به سر کوهی و پدر و مادر من مردند و مرا ددگان پروردند. در این تکه هایی که خواهم خواند براتون، حالا یکی هم بخونم که بعد برگردیم به این سخن بود که به خردگی اشتهای مرا برده بود. خردگی یعنی در طفولیت، ما در آذربایجان هم این چیزا، این تعبیر خورده رو داریم. خورده. خدا رحمت کند، یه همسایه‌ای داشتیم میامد پیش ما کار میکرد، اسمش بود خرده‌بادی، خانم کوچک، خردگی. این سخن بود که به خردگی اشتهای مرا برده بود. 3-4 روز میگذرد چیزی نمیخورم، نه از سخن خلق بلکه از سخن حق بیچون و بیچگون. پدر میگفت وای ور پسر من، گفت که چیزی نمیخورم. گفتم آخر ضعیف نمیشوم، قوتم چنان که اگر بخواهی چون مرغ از روزن بیرون بپرم. هر 4 روزی اندک نعاس چرت خوبه، اندک نعاس غالب شدی، یک دم و رفت، لقمه فرو نمی رفت. تو را چه شد؟ اصلا طرز بیان رو شما ببین، نمیگه مادرم میگفت، نمیگه پدرم میگفت، این اصلا فوق‌العاده است. در سبک نگارش قدیم ما این نبود. شما در رمان‌های مدرن این وضع رو میبینید. تو را چه شد؟ مرا هیچ نشد. نمیگه جواب میدادم. تو را چه شد؟ مرا هیچ نشد. دیوانم؟ کسی را جامه دریدم؟ در تو افتادم؟ جامه تو دریدم؟ چیزی نمیخوری؟ ببین این مادر با چه خوب عصبانی نشد. چیزی نمیخوری؟ امروز نخورم، فردا، پس فردا، روز دیگر. یعنی این تکرار میشه ها این صحنه. همشهری چه باشد؟ پدر من از من خبر نداشت، من در شهر خود غریب. پدر از من بیگانه، دلم از او میرمید. پنداشتمی که بر من خواهد افتاد، به لطف سخن میگفت. پنداشتم که مرا میزند، از خانه بیرون میکند. میگفتم اگر معنی من از معنی او زایید، پس بایستی که این نتیجه آن بودی. بدان انس یافتی و مکمل شدی، خایه بد زیر مرغ خانگی. آبش از چشم روان شدی. از عهد خردگی این داعی را واقعی عجب افتاده بود. کس از حال داعی واقف نه. داعی داگو، در سعدی هم هست داعی رو. ما میگیم این بنده یا مثلا حقیر یا مثلا این داعی رو. پدر از من واقف نه. کسی از حال داعی واقف نه. پدر از من واقف نه. میگفت تو اولا دیوانه نیستی، نمیدانم چه روش داری، تربیت ریاضت هم نیست و فلان نیست. یعنی
هیچ تعبیری توضیحی نمیتونه پیدا بکنه برای این حالت این کودک. گفتم یک سخن از من بشنو، تو با من چنانی که خایه بط را زیر مرغ خانگی نهادند. پرورد و بچگان برون آورد، بچگان کلانترک شدند. با مادر به لب جو آمدند، در آب در آمدند. مادرشان مرغ خانگی است، لب جو می رود، جرأت نمی کند بره داخل. امکان در آمدن در آب نه. اکنون ای پدر من دریا می بینم مرکب من شده است و وطن و حال من این است. اگر تو از منی یا من از تو ام، درآ در این دریا، وگرنه برو بر مرغان خانگی. ببینید در این تکه ها، بازم میخونم براتون، ولی در این تکه ها میبینید روی دو چیز تأکید شده: تنهایی و غربت. خدا خود مرا تنها آفرید یا مرا تنها بردم، یا میگه من در شهر خود غریب، پدر از من خبر نداشت. من در شهر خود غریب، پدر از من بیگانه، دلم از او میرمید. تنهایی و غربتی که او به اون میبالد و با غرور تمام از اون یاد میکند. این تنهایی و غربتی نیست که بخواد براش نوحه سر بده. لحن نوحه سرایی نیست که ای وای من تنها موندم، ای وای من غریب موندم، کس ندارم، بی کسم. لحنش غرورآمیز است. در یکتایی که به یکتایی و تنهایی خود فخر دارد. تنها یعنی بی همتا. غریب هم به همه معناست. من زبان اونا رو نمیفهمم، اونام زبان من نمیفهمم. این معنی غریبه. گیر کردن در دیار بیگانه، گیر کردن در میان بیگانگان، بیگانه بودن به محیط. در حدیث هست فرمود بدأ الاسلام غریبا و سیعود غریبا فطوبی للغربا. اسلام با غربت شروع شد، به زودی هم غریب خواهد موند، غربت خواهد رسید. دین تو را در پی آرایشند، در پی آرایش و پیرایشند. بس که بر او بسته شده، برج و ساز گر تو بیایی نشناسیش باز. شعر سناییه. غریب غربت و تنهاییش غربت و تنهایی انگاست، تنهایی خورشید است. خورشیدی که تاکنون در زیر ابرها پنهان بود، به یکباره از اون غرفه نور و جلال سر برآورده و از یکتایی و تنهایی خود دم میزند و به سینه خویش میکوبد که اینک منم، خورشید، آفتاب عالمتاب. به آفتاب وجود من دیده در نرسد، دیده طاقت آفتاب ندارد. نه من غریبم را ننداخته، خودش رو معرفی میکنه به مولانا. من اینم که تا الان این تکه های مربوط به کودکی های
از این تکه ها یکی دو تاش مربوط به پدر مادرشه. خیلی عجیبه. خیلی عجیبه. از پدر و مادر، از قوم و خویشاش هیچی نمیگه. برادر داشتی، خواهر داشتی، عمویی، عمه‌ای، هیچی نمیگه. اگر از پدر و مادر میگوید برای اینکه از خودش بگوید. شاید تک فرزند بود استاد. بله؟ شاید تک فرزند بوده. من نبودم. تنها بوده. شما مطمئنی؟ صحبت نکرده؟ من نمیدونم. نمیدونم. بله. نه، اگر از پدر و مادر صحبت میکنه، از پدرش همینقدر میگوید که نیک مرد بود و کرمی داشت. دو سخن گفتی آبش از محاسن فرو آمدی. الا عاشق نبود. میخواد بگه از جنس من نبود، من یه جنس دیگری بودم. حالا شما خواهید دید این مسئله رو در جاهای دیگرم روشن میکنه. مرد نیکو دیگر است و عاشق دیگر. آدم خیلی خوبی بود. این عیب از پدر و مادر بود که مرا چنین به ناز برآوردند. ببین پدر و مادری است که براش میلرزن. خیلی دوستش دارم، اما وضع این، شما فکر میکنید که گاهی آدم میخونه در روزنامه مثلا بچه ای را رفتن از دارالایتام گرفتند بردند یه خانواده پدر و مادر به اصطلاح براش خیلی رسیدگی کردن، خیلی مهربانی میکنن، خیلی به ناز اینو تحصیلات. این بچه بزرگ میشه، به سن تمیز میرسه، به در میابد که اینا پدر مادر حقیقیش نیستن. این که باید پدر مادر حقیقیش رو پیدا بکنه. این عیب از پدر و مادر بود که مرا چنین به ناز برآوردند. گربه را چه بریختی و کاسه شکستی. گربه را چه بریختی، گربه نمیریخت، گربه چیزی را میریخت. تو ریختن هم لازمه هم متعدی دیگه. گربه اگر کاسه ای رو میزد میریخت. گربه را چه بریختی و کاسه شکستی. پدر پیش من نزدی و چیزی نگفتی. به خنده گفتی که باز چه کردی. نیکوست قضایی بود بدون گذشت. اگر نه این بر تو آمدی یا بر من یا بر مادر. و خداوند مرا به زیان برد، به ناز برآورد. اینقدر مرا ناز پرورده بودم. آدم ناز پرورده سخت متوقع و شکننده است. بعد در مقابل این پرت و پلاهایی که بشنوه اسیان میکنه، نمیتونه کنترل بکنه خودش رو. در اندرون من بشارتی هست. فوق‌العاده است. در اندرون من بشارتی هست. عجبم می آید از این مردمان که بی آن بشارت شادند. اگر هر یکی را تاج زرین بر سر نهادندی، بایستی که راضی نشدندی. که ما این رو چه می کنیم؟ ما را اون گشاد اندرون می باید. گشاد اندرون، بشارت. کاشکی این چه داریم همه بستدندی. و اون چه آن ماست به حقیقت به ما دادندی. مرا گفتندی به خردگی چرا دلتنگی. مگر جامت می باید یا سیم؟ سیم یعنی پول. پول میخوایی؟
لباس نو میخوایی برات بخری؟ گفتم ای کاش که این جامنی که دارم بستدیتی و از من به من دادیتی، و از من اون رو که مال منه به من دادیتی. 30 روز که هنوز مراهق بودم. مراهق جوانی است که نزدیک به سن بلوغه، هنوز بالغ نشده. 30 روز که هنوز مراهق بودم، بالغ نبودم. از این عشق آرزوی طعامم نبود. قبلا خوندم چه؟ گفت چه؟ لقمه از جلوم نمیرفت پایین، نمیتونستم بخورم. و اگر سخن طعام گفتندی من همچنین کردمی به دست و سر باز کشیدمی. با دست رد می کردم و نمیخوام. ای چه وقت بود لقمه‌ای به من دادندی، قبول کردمی و خدمت کردمی، یعنی با احترام، و در آستین پنهان کردمی. با این چنین عشق، این در این تکه هایی که در راجع به کودکی های خودشه، در چند تکه از پدر مادرش یاد میکنه. از مادر خیلی کم. در باره پدر دیدید که اون چه گفتم خوندم خدمتتون، چه میگوید آدم خوبی بود، اینجوری بود و کرمی داشت. 2 چیز میگفت، کرمی داشت، هم گشاده دست بود و هم مهربان، خیلی مهربان بود. ولی در مادر هیچ حرفی نمیزنه. مادر غایب بزرگ این رولی نداشته در زندگیش. نه اینکه مادر کمتر مهربان بود، نه. درباره پدر ما میدونیم که پدر پیش از اینکه این تبریز را ترک بکند پدرش وفات میکند. یه تکه‌ای داره خیلی عالیه، یعنی یه تصویر سورئالیستی از مرگ پدرش. پیش از اینکه تبریز را ترک بکند پدرش وفات میکند. ولی راجع به مادرش ما نمیدونیم. آیا این چشمان اشکبار این مادر دلشکسته همجور به دنبال این پسری که گذاشت تبریز رو رفت بوده، یا پیش از اینکه او هم مثل پدر، پیش از اینکه او بره او هم دار فانی را ودا کرده؟ نمیدونیم. اینا چیزایی که بر ما روشن نیست، نگفته خودش. عزیز دردانه‌ای که پدر و مادر بر او می‌لرزند و سر و جان برایش فدا می‌کنند، ولی او هیچ احساس وابستگی به آنان نمی‌کند. البته یک احساس حق شناسی دارد نسبت به کسانی که او را بزرگ کردند و از او مواظبت نمودند، اما در عین حال مترصد آن است، مثل اون بچه‌ای که از یتیمخانه گرفته باشند، مترصد آن است و دقیقه شماری می‌کند که از اون خانه بیرون بزند و از کسی و جایی سراغ پدر و مادر حقیقی خود را بگیرد. و چنین است که شمس چیزی از خانواده خود، از خویشاوندان و بستگان، خواهر، برادر، عمو و غیره نمیگوید. در مورد پدر نیکمرد بود، کرمی داشت. 2 سخن گفتی آبش از محاسن فرو آمدی، الا عاشق نبود. این تکه ها را من دوباره میخونم، باید چند باره خوند.
برای اینکه تأمل لازم داره. هر کدوم از این از این جمله ها دقت لازم داره و تأمل لازم داره. نیکمرد بود، کرمی داشت، خیلی سنجیده، مثل اینکه اصلا تمام 60 سال کوشیده که چی بگه که حق این آدم را ادا بکند، در بارش کوتاه نیاد. نیکمرد بود، کرمی داشت، 2 سخن گفتی آبش از محاسن فرو آمدی، الا عاشق نبود. رگی رو قلب بود، دست گشاده بود. ای پدر من دریا می بینم مرکب من شده است، وطن و حال من این است. اگر تو از منی یا من از تو هم، درآ در این دریا وگرنه برو بر مرغان خانگی. این زبان حال اون کودک است که مولانا به نظم در آورده. تخم بطی گرچه مرغ خانگی، زیر پر خویش کردت دایگی. تخم بطی گرچه مرغ خانگی، زیر پر خویش کردت دایگی. مادر تو بط اون دریا بوده است، دایه‌ات خاکی بود و خشکی پرست. دایه را بگذار بر خشک و بران، اندرآ در بحر معنی. چون بطان گر تو را مادر بترساند، ز آب تو مترس و سوی دریا ران شتاب. تکه را هم که گفتم که خیلی تصویر سورئالیستی است از مرگ پدرش، اینم بخونم مطلب رو تمام بکنم، برای اینکه اصلا قصد من نداشتم که وارد مقالات خوانی بشم این جلسه. قصد من این بود که این جلسه پیش درآمدی باشه که بگم چه کار می‌خواهی بکنیم. دیدم که خانه و همه شهر گرد او چرخ می‌زدند و در میان کرانه نوری که هیچ به زبان صفت آن نتوان کرد. بالا نگریستم، سقف خانه را ندیدم. مرا میگوید پدرم در اون حالت، آه ای فرزند. و چون 2 جوی آب از چشمش روان شده، خون‌آمیز در این حالت خواست که سخن دیگر بگوید، دهانش گرفته شد، تبیش گرفت، هم درون برفت. ببین این تصویر سورئالیستی از مرگ پدر که تا آخرین لحظه دلنگران حال این فرزنده و فوق‌العاده است. این هر یکی از این تکه ها یک تابلو ادبی بی‌نظیره. من از اون دوست بسیار عزیزم دولت آبادی چندین بار خواهش کردم که راجع به این قصه های شمس تو تحقیقی بکن، یه چیزی بنویس. اصلا این چه نحوه بیانه؟ هر جملهش، هر لفظش اصلا عجیبه واقعا. اونطوری که گفتم اون قسمتی از این تابلو که نشسته و سالم مونده، این نشون میده که چه معرکه ایست اینجا. و این شاعر درجه اول اصلا. اینا حرفای معمولی نیست، حرف شاعره. بیشتر از این مزاحم وقتتون حالتون نمیشم. خیلی 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 سپاسگزارم، تشکر میکنم تشریف آوردید، مرحمت فرمودید. امیدوارم به همت شما بتونیم یه تکه هایی از مقالات رو بخونیم در این جلساتی که داریم. و باز معذرت میخوام.
خیلی از استاد متشکریم صمیمانه. من نمایندگی قبول نمی کنم، ولی خودم باور دارم که این بیانات از زبان شمس بود. یعنی باور کنید یک نوع ارتباط آقای دکتر موحد اینجا با شمس و با مولانا داشتند و سکوت‌ها منتظر جواب اونها بودند که به این الهام بکنن که چی بگن. میگن حافظ دارد که در اندرون من خسته دل ندانم کیست، که من خموشم و او در خفقان و در غوغاست. الان ما دانستیم که در درون استاد موحد شمس هست که شمس امروز نمیتونه صحبت بکنه و کودکی رو این جواهر القرآن رو با اون آغاز کردن، جواهر المقالات رو تحویل دادن به ما. و من میدانید من خودم از دوستداران استاد موحد و مولانا هستم و بیش از 35 سال هست با مولوی و شمس و اینها سر و کار دارم و کودکی شمس رو امروز به چشم دیدم. من باز از استاد موحد متشکرم که اون تقسیم بندی امام محمد رو اینجا رعایت فرمودن. انشاءالله جلسات بعد ما دوره مراهقی شمس رو و بعد جوانیش رو و بعد پیری دوران کهولتش هم از بیان استاد موحد خواهیم شنید. و من باور دارم که شمس اگر خودش زندگی خودش رو بیان بکنه به این شیوایی بیان خواهد کرد. ایشون بیدن مولانا میگه شمس کم سخن بود، ولی استاد آرام سخن میگن، ولی سخن را به جایگاهش میخوابانن. خیلی ممنونم از ایشون. شمس به مولوی گفته مولانا، یعنی مولای من. درسته که خب مولوی خیلی ستایش کرده از شمس، 3000 غزل در موردش گفته، ولی عکسش هم جای سوالی که چرا مولوی رو به عنوان مولانا، یعنی مولای خودش. بله. اولا یه تذکری میدم خدمتتون و استدعای عاجزانه‌ای از دوستان خیلی بزرگوار خودم چه بزرگواری میکنن نسبت به من، خیلی لطف دارن. راجع به بنده از دوست عزیزم مثل برادر من میمونه. خواهش میکنم راجع به بنده، من خودم از این صحبت ها که میکنید واقعا من آزرده خاطر میشم. راجع به بنده صحبت نکنید. این چیزی هرچه هست من با کمال اخلاص میام خدمتتون، یکی از کوچکترینشون هستم، صحبت میکنیم. اما جواب این دوست عزیزمون، مولانا قربان، برای آخوند میگفتم مولانا، هیچ چیز تازه ای نیست. مولانا میگفتن اون زمان به پدر مولانا و برای اینکه جدایی یعنی اختلاط حاصل نشود، شمس بو میگوید گاهی مولانای بزرگ، برای اینکه مولانای من به عالم به روحانی میگفتم مولانا، که مولا همون مولاناست دیگه، مولاناست، چیز تازه نه. آقا هنرمند بله ما هم بریم پیشون، 2 نفر جایشون اومدن.
دیوانه شدم، عشق مرا دید و بگفت آمدم نعره مزن جام مدر هیچ مگو. گفتم ای عشق من از چیز دگر می ترسم، من از چیز دگر می ترسم. گفتم ای من از چیز دگر می ترسم. گفت آن چیز دگر نیست دگر هیچ مگو. گفتم ای عشق من از چیز دگر می ترسم. گفت آن چیز دگر نیست دگر هیچ مگو. سینه خواهم شرح از فراق، آخ تا بگویم شرح درد سینه خواهم شرح از تا بگویم شرح درد
هر کسی از ظن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. هر کسی از ظن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. من به هر جمعیتی، من به هر جمعیتی نالان شدم، نالان شدم، نالان شدم. جفت خوشحالان و بدحالان شدم. سر من از ناله من دور نیست، لیک چشم و گوش را آن نور نیست، چشم و گوش را آن نور نیست. بیا ساقی آن می که حال آورد، کرامت فزاید کمان آورد. به من ده که بس بی دل افتاده ام، وز این هر دو بی حاصل
به که خسرو جم فرستد پیام به من ده که گردم به تایید جام چو جم آگه از سر عالم تمام کار همه محبان همچون زر است امشب جان همه حسودان کور و کر است امشب کور و کر است امشب دریای حسن ایزد چون موج میخرامد چون موج میخرامد خاک از ره قدومش چون عنبر است امشب مخسب ای دل میران به سوی منزل کان ناظر نهانی کان ناظر نهانی بر منظر است امشب.